و انتظار کشیدن تا بلندگو صدایت کند و شماره کابین را بگوید. بعد بروی توی یک اتاقک چوبی تنگ و بوگندو درش را ببندی و گوشی را برداری. کسی تو را به آن طرف خط وصل کند و بدانی که هر وقت اراده کند میتواند بیاید روی خط و حرفهایتان را گوش کند. برای همین حرف زدنتان ناخودآگاه رسمی شود. دست آخر هم دلهره داشته باشی که نکند پولت برای هزینه مکالمه کم باشد. تو دیگر دختر سرهنگ شیروانی نبودی، عروس یک خانواده فقیر بودی. گوشی را که برداشتی، کاترین گفت سلام بر عروس خوشبخت. گفتی کاترین، کله خر، کدوم خوشبختی؟ دست به دلم نذار که خونه. بعد برایش از تفاوت نگاه خودت و عبدالله گفتی و از دلتنگیت برای زندگی مرفه گذشته. کاترین با شنیدن حرفهایت کم کم لحنش را عوض کرد و نیم ساعتی بعد گویی داشت با یک غریبه صحبت میکرد. گفتی دارم از گرما میپزم، اینقدر در این تابوتو باز و بسته کردم دستم درد گرفت. اون وقت تو چی تحویلم میدی؟ ببینم کاترین واقعا حالت خوبه؟ گفت هیچ وقت بهتر از این نبوده. فکر میکردم لااقل تو خانواده شیروانی عاقبت بخیر شدی، ولی اشتباه میکردم. گفتی کاترین چی میگی؟ اونقدر دلم تنگ شده واسه اون خنده هات، اون لودگی ها. حرفت را قطع کرد. بر گذشته ها صلوات بفرست. به پول نیاز داری؟ گفتی نه. گفت پس چی میخوای؟ دوباره همون مهمونی های گناه‌آلود گذشته؟ فکر میکردم درد مردم بتونه عوضت کنه، ولی اشتباه میکردم. به خداوند بزرگ پناه بیار و رابطتو با اون قوی کن تا از بند این دلسردی ها خلاص بشی. گفتی کاترین دستم انداختی؟ یادت رفته هم کلاسی میرفتیم پارتی میرفتیم؟ گفت سیما شیروانی همه هر روز در حال تغییریم. منم آدم دیروز نیستم. حالا کاترین عهد همسر بهمن حجتم. دلخور از لحن رسمی و غیر دوستانه اش خواستی گفتگو را قطع کنی که خود پروفسور گوشی را گرفت و یادت آورد که بهمن حجت مذهبی است و کاترین هم از شوهرش تأثیر پذیرفته و به خاطر بیمهری پیشین و جواب ندادن به تلفن‌هایش هم از تو دلخور است. در آخر گفت هرچه نباشه ما فامیلیم. هر وقت دلت تنگ شد همینجا زنگ بزن. قول میدم من پیرمرد خبرای فامیل رو دونه بدونه بهت بدم. به این نتیجه رسیدی که این مرارت ها بی حکمت نیست. همه را از آه پدرت میدانستی، از شکستن غرورش. وقتی جلوی آن محضر نزدیک میدان راه آهن به طرف جیپ آهویش رفت و گفت برو و بدون که دیگه دختر